پدرم به شدت مخالف ورزش کردنم بود. جنس رفاقتامون فرق میکرد. بچه‌هایی بودن که صبح از خواب بلند میشدن دنبال شهر میگشتن تا شب. علی که امروز مربی تیم ملی، مربیگری تیم ملی رو با آدم‌های بزرگی هم تجربه کرد، واقعا یه روزی میدیدی مربیگری رو؟ نه واقعا نه. ما میدونیم تعداد آدمای کمی بودن به نظر من تو دوره ما که مثلا یاد باشه به ما میگفتن آقا میخوای چی کاره شی، میگفتیم خلبان شیم، یکی میگفت مهندس شم فلان، ولی فقط در همین حد. آره در همین حد، یعنی فقط ما اون جایگاه رو میدیدیم، اینکه آیا دوستش داریم یا نداریم. تکریمی که نسبت به اون جایگاه بود، مثلا کی اون دوره ما میگفت من میخوام هنرپیشه بشم؟ کی میگفت من میخوام موزیسین بشم؟ هیچکی نمیگفت. چقدر پولامو جمع کردم که این توپ رو خریدم. بعد حلقه بسکتبال رو دادم، یه آهنگری بود دم خونمون درست کرد با یه تختی که پشتش. چقدر به پدر التماس کن که این درست بکنه و من بتونم انجام بدم. توپ بسکتبال کامل رو خریدم با حلقه مینی. من میرفتم مثلا پولامو جمع میکردم یا از مادرم میگرفتم این ور اون ور یه کفش میخریدم، قیمتشو یک پنجم میگفتم به بابام. بازم میگفت یعنی چی؟ مگه میشه اینقدر گرون باشه یه کفش بسکتبال و اینا؟ بهترین بازیکنی که باهاش کار کردی کی بوده تو تجربه این سال‌هات؟ من با همه بسکتبالیستای بزرگ ایران به عنوان مربی کار کردم. مثلا حدادی یه استثنایی در بسکتبال ایران. اسطوره بسکتبال ایران NBA رفته 4-5 سال NBA بازی کرده. بعد اصلا یکی از تکرار نشدنیه دیگه. اصلا حامد عدادی رو شما بذارین یک کنار. بعد یه آدمی داریم مثل صمد نیکخواه، وقت و انرژی و هوش و مجموع اینا رو با یه سایز خیلی خوب تو بسکتبال داشته. مهدی کامرانی با اختلاف بهترین گاردرس دوران بسکتبال ماست. تو رفیق منو زدی، من میرفتم دعوا میکردم که تو رفیق منو زدی، ولو اینکه کتک میخوردم. ما خب صبح میرفتیم مدرسه با 2 نفر دعوا میکردیم، ظهر برمیگشتیم با 3 نفر. یعنی تو اصلا سرت هم مینداختی زیر، میرفتی میومدی یه نفر به تو یه گیری میداد، اصلا میگفت آقا چرا داری به من نگاه میکنی؟ این خود شروع یه داستانی بود. حالا یه دعوایی میشد، آقا یارو میومد در خونه‌تون میگفت، در خونه میگفت آقا بچه‌ی منو زده آشولاش کرده پسرتون. بعد بابای ما میگفت میگه دیوانه، میگه روانی، بیا ببندمت، برای چی میزنی بچه‌ی مردمو؟ من یه دوچرخه‌ای داشتم، خب همه دوچرخه نداشتن اون موقع. یه آدم گردن کلفتی، 2 تا آدم مثلا بزرگتر از ما میومدن به زور این دوچرخه ما رو میگرفتن، میرفتن دوراشونو میزدن، میومدن مثلا میدادن دوچرخه رو به تو، هم بعد میشستی همینجوری. یه جایی تو قاطی می‌کنی با اینا دعوا می‌کنی، اونا میزننت دیگه. آقا یه روز ما آشولاش میرفتیم خونه، خاک تو سر بیورزت، تو هم یه آجر برمی داشتی میزنی تو سرش. بابا ما تکلیفمون رو نفهمیدیم، ما باید بزنیم بخوریم، چیکار باید بکنیم؟ تو نمیتونی هیچ کاری نکنی اینجا.